یک آیتم زیبا، جذاب و قدمتدار بررسی کنیم. 50 پزوتای اسپانیا چاپ سال 1928. تصویری که اینجا آورده شده نقاش معروف و درباری و اشرافی اسپانیا، شخصی به نام دیگو سیلوا ولاسکز هست. ایشون تقریبا 400 سال پیش 1600 میلادی زندگی میکرده و کار میکرده. در پایین تصویری که ملاحظه میکنید امروز هم به عنوان موزه وجود داره. موزه دل پرادو در مادرید اسپانیا هست. آثاری از همین آقای ولاسکز در این موزه هم مشاهده میشه. اما در طرف دیگه اسکناس یک تصویر تابلویی زیبا و تاریخی رو ملاحظه میکنیم. این تصویر در واقع نقاشی هست از همین آقای ولاسکز. قضیه برمیگرده به جنگ‌های 80 ساله اروپا و نبردی به نام تسلیم بردا. در این نبرد که شهر بردا سقوط میکنه و مشاهده میکنید که ژنرال اسپانیایی به عنوان پیروز در این نبرد داره با هلندی‌های شکست خورده صحبت میکنه و این حالت خستگی چهره هلندی‌ها به تصویر کشیده شده و یک حالت پیروزمندانه اسپانیایی‌ها دارن اینجا آورده شده. یکی از آثار معروف و مشهور این آقای ولاسکز هست و در موزه دل پرادو که خدمتتون گفتم امروزه این اثر نگهداری میشه. اینجا هم نشان ملی اسپانیا آورده شده. امروزه کمی تغییر کرده اما حالت کلیش همین نشان ملی حفظ شده.